آلدو باشید. آلدو تو باشی. راستی زودتر به این طرف. با خفا میگویم. گریختنده. آنها سربازان بودن سینا. نه کی بودنشان معلوم نبود. فکر کردند که به ما دام گذاشتند، لیکن به ناموسان خودشان به دام افتادند. نه اگر سربازان نباشند آنها کیستند؟ دشمنان ما زیادند. محافظان، غارتگرها، مردم دیه ها. مهمش مال را نجات داده بس است. آنها را کی به شهر میفرستیم؟ انتظار میشویم، وقتش را به ما خبر میدهند. خوب این طور باشد همش حل است. به هر حال با تن کماندان آنها را خوب سرکوب کردیم. آهسته همشیره، آهسته گفته. با تن کماندان آرام شوید، آخر آرام شوید. هیچ چیز نشده است. عصبتان را خراب نکنید. حاضر کار ما خیلی زیاد است. بدتر آن دکتر را هم میکشیم. گوش کن آلدو. حاضر بخون برای کمی استراحت کن. این داره ها رو باشد باید استعمال کنی. مایلش آقای دکتر. اکنون را ایستو. این را پوش. تشکر آقای دکتر. نفس کم استراحت کن. پسرم، شما کاری از دستتون اومده رو کردید. اکنون زیق نشوید. موفق نشدیم مادر. بچه ها سلیمه رو یافته نتوانستم. او رو هم از دست دادیم. هوا هم تاریک شده ایستاده است. چی کار میکنیم؟ دیلار رو چطور نجات میدهیم؟ من راستا تسلیم شوم. چی؟ بینم مرا کفته گشتند. پسرم تو چی ها میگویی؟ آنها تو را میکشند. باید این کار رو حل کنیم. دیگر چاره نداریم. آلدو، شنیدم که به تو تیر رسیده است. آیسته. همش با گناهی تو شد قیزبان. با خدا با گناهی تو شد. با گناهی من؟ لباس به تو زیبیده است، سلاح به تو زیبیده است. انا همین چشم تو به من رسید قیزبان. آخر کس خدا را شکر میگوید، توبه میکند، استغفرالله میگوید. به خدا گفتم آلدو، در درون دلم گفتم. چی در درون دلت گفتی؟ مگر در درون دلت گفته میشده است؟ تو نمیدانستی؟ ای خدا. حالا ایسا آلدو، من تو را قایل میکنم. کنی گوی چخیر قایل میکنی؟ میبینی. یه دقیقه خانم قیزبان. ای خدا. من یک قهرمانی کردم آقای دکتر. چه خیلی قهرمانی قیزبان؟ میگویم، اما یک شرط دارم. مرا هم محافظ گیرید. اول گفزن چی قهرمانی کردی؟ بعد ما قرارمون رو میبراریم. من آن سلاحدار فراری رو دستگیر کردم. چی؟ برای من کار آسان بود. این سلاحدار زخمی نیست مگر؟
اگر او را دستگیر کنم من هم محافظ میشوم. اذیت نجوم. بیایید. خوب هستی سلیما؟ در اینجا چه گپ هست؟ پدر من شلوزداری فیوری رو دستگیر کردم. اکنون من محافظ شدم آقای دکتر. بله خیزبان. محافظ شدم. آفرین سرم آفرین. خیز از جایت. کنی پیش درو. رفتیم راه کرد. های دختر من به تو چند بار گویم غلطه ها را در جایش گذار. تو باشی محافظشون گفتم به هر کارهای بیهوده مشغول نشوی. اکنون من محافظم. دیگر به من نیستی خدمتگار فرمان داده نمیتونم. آها میبخشید خانم قزوان میبخشید. من بسه حالا بخشید نشان بدم. این رو در کجا پینون کنم ها؟ خدا را شکر که آمدید. گیرید این را. کنی را کرد. رفته. اکنون نقشت را میگویی یا اینکه دختر را داده دیلا را میاریم؟ شرط های سینان را قبول میکنی؟ تو دیوانه شده ای پسرم. پسرم کدت تنها به سیلا به نزد آن خائنان رفتنت بیعقلی نیست مگر؟ بیعقلی نیست آقایان، بیعقلی نیست. یک نقشه کشیدم که سلیمه را به آنها نداده دیلا را از دستشان میگیریم. خیر چه خیلی نقشه بوده است؟ پولهایم کجا شدند؟ پولهایم در دست من است. پولها در دست من است. جای پولها را گپ زنم شیره. وگرنه تو را پاره کرده با پیش سگان میپرتایم. اگر مرا کشی پولها رو چی تر میابی سینان؟ به این کارت جواب میدهی؟ دستت را گیر. تو را میکشم همشیره. اگر من مورم پولها رو افته نمیتوانی. طاهر مرا نبیند سلیمه را نمیدهد. با تنقمندان باشد تو رو میکشد. باید شرط مرا اجرا کنی. باز تو به من شرط میگذاری؟ تو خودت کیستی همشیره؟ کیستی؟ جای پولها را میگویم سینان، اما یک شرط دارم. میلش فهما گپ را دراز نکن. تو را جواب میدهم بعد یه حد برمیگردی پول را برگردان. شرط من این نیست. باز چی میخواهی؟ یا که از آن پولها حصه خود را میگیری؟ آقای طاهر را نمیکشی و به کسی اجازت نمیدهی که او را کشند. تو چه ها میگویی؟ این کار از دستی من نمی آید. نمیپرانی سینان. من از مرگ ذره هم نمیترسم. حاضر رفته همش رو به باطن کمانده میفهمونم. تو را میپرانم همشیره، میپرانم. نمیپرانی. میلش بیگذار گفتی تو شود. مسئله پول چی میشود؟ تو اجرا کردن شرط پول در دست من میستد. همین که وقتش رسید به تو برمیگردونم. تو همه را از بند جگرم داشته ای. گوش کن همشیره، تو دیوانه شده ای. چرا به خاطر دکتر خودت را فدا میکنی؟ او به تو یگان خشتبار میشود. یا اینکه دکتری ابلهی با تقدیر.
مایلش دکتر نمیمیرد، لیکن من هم یک شرط دارم. یلماز شدی؟ طاهر، تو باوری داری آخر این خیلی خطرناک است. بیشترم این با پای خود به مرگ رفتن است. خواطر نشوید مادر جان، انشالله همش خوب می شود. سلاح را با من ده. شما برای چی آمدید؟ تو رو تنها نمیگذاریم پسرم. نمی شود، من باید با آنجا تنها روم. پسرم ما دورتر می ایستیم. اگر آنها پرانند ما هم می پرانیم. پسرم طاهر جان، بیا به گپمان گوش کن. به خدا کسی راضی نمی شود که تو خودت تنها به نزد آن خائنان روی. طاهر، تو هم برادر من هستی. اگر مردن لازم آید همراه میمیریم. خدا از همه راضی باشد. بیایید رفتیم. بیایید رفتیم. ایستید من هم میروم. چی؟ با کجا میروی؟ چرا مرا نمیبرید؟ مگر من محافظ نیستم؟ قزبان تو محافظی، اما باید در ده همانی. در نبودن ما ده ها را کی محافظت میکنه؟ به خدا راست میگویید، ده ها را محافظت میکنم. پسرم بر دست این دختر نیم دیوانه سلاح دادن بی عقلی نیست مگر؟ خزبان ناز میداند که کی را به نشان گیرد. بیایید رفتیم. جیم بکشید قزبان. خدای مدد کن، آنها را در پناهت نگه دار. با دقت باشید، با دقت باشید. خدا مددگارت باشد طاهر. خدا به همه همون مددگار باشد، به همه همون. خیر میرویم. آماده ایستادم.
رفتیم صبر کن. سینان دلو را فرست. اول یلدوز. سینان اگر یگم بیاخلی کنی سلیمه هم با من میمیرد. بمبئی در تنم بوده برای همه امان بسنده است. اکنون دلو را فرست. من هم سلیمه را با تو میفرستم. دلو را فرست گفتم. همشیره یعنی بیا تو چه کار میکنی سینان؟ حالا یادو در دستی آنهاست همشیره را نفرست. خواطر نشو، البته من هم میفهمم. من نمیروم آقای طاهر. با تشکیلات میمونم. دلو بیا. دلو. بیا دلو. آقای طاهر. دلو تو چی ها میگویی؟ دلو بیا رفتیم. دلو بیا رفتیم. دلو گفتم که نمیروم آقای طاهر. دلو کسی تو را مجبورن در اینجا نگاه نمیدارد. شنیدید دکتر؟ همشیره رفتن نمیخواهد. او را مجبور نکن. دلو من نمیروم آقای طاهر. او را شنیدی؟ به یلمز گوید که دلو خودش ناآمد. رو اکنون دکتر، رو از پسی کارت شو. به قرارگاه برمیگردیم. رفتیم همشیره رفتیم. بیا رفتیم. زود باش رفتیم. گذر همشیره گذر. زودتر. دلو را میبرد. بیایید رفتیم. بسی دلو رو مجبور نمودند. نه، او را هیچ کس مجبور نکرده است. او خودش ناآمد. الدو کلی به من گوی. به فکر تو چرا دلو این کارو کرد؟ من از کجا میدونم کیزبان؟ هممون حیران موندیم. اپی دلو ناآمدند. با تشکیلات میمونم گفتند. توبه سببش رو نمیدونی الدو؟ من فالبینم مگر کیزبان؟ سببش رو از کجا میدونم؟ خدایا توبه. سینانی ظالم. به فکرم او به دلو تهدید کرده است. کی میداند دلو را با چی تهدید کردن؟ وگرنه او آنقدر بیعقل نیست که به سفسطه های آنها باور کند. از آن خائنان همه چیز را انتظار شدن ممکن. این لباس از چرکین شده است. امروز لباس میشویم، این را هم میشویم. اگر یگان لباس چرکین داشته باشی ده میشویم. نه ندارم مادر جان.
این کاغذ رو پردایم پسرم. این چیست مادر؟ نمیدونم از کی ساعت برآمد. این رو دیلو نوشته است. دیلو نوشته است؟ یک چند مدت اینجا میمونی همشیره. اگر یکون چیز لازم شود خبر ده. چشمانت را گشا. یلدوز. دکتر نمیرد گفته راضی شدی که در اینجا مانی. برای یک کسی بیگانه خودت را قربان کردی. تو چه خیر انسانی. معلوم می شود که تو دکتر رو خیلی دوست می داری. احوال یلدوز بد شد. با تن همشیره رو بیارید گفت. همشیره در کجای همشیره؟ زود باش یگان کار کن. احوال یلدوز بد شد. دارم قماندان. بوتن قماندان. مرا پیشوای ما فرستادن. همشیره رو بیار گفتن. البته حاضر، لیکن باید اول تیار شوید. کمی انتظار شو. مایلش قماندان. لیکن زود باشه. پیشوای ما رو منتظر نکنه. مایلش حاضر می رود. فهمو. چرا ایستاده ای؟ یگان کار کن. در اینجا چی گپ است؟ یگان کار کن آخیر. گوش کن بوتن، کمی صبر کن. بگذار همشیره او را معاینه کند. یلدوز. با خدا یلدوز. خواطر نشوید. کمی فشارش پس شده است. برای همین بیهوش شد. این از سبب کمخونی می شود. یلدوز خوب هستی؟ انا دیدی بیهوده واهمه کردی بوتن. دختر خوب است. خوبم. التماس برایت با من هوا نمیشه. مایلش.
دیلا نوشته است که امروز ماده های ترکنده را به مرکز میفرستند. در کجا گذرانیدن عملیات معلوم است؟ البته در وادی مارون. وادی مارون رفته پیش راه سیلاداران را میگیریم. درست آقای حامد. اکنون ما امکانیت داریم که ماده های ترکنده را گیریم. همه جمع شدند. آماده ایم. رفتیم. بیایید رفتیم بچه ها رفتیم. پسرم ایست. نگذارید که آن ظالمان باز به آدمان جبر و ستم کنند. به ظالمان فرصت ندهید. دنیا را از آنها پاک کنید. انشالله مادر جان انشالله. از من راضی باشید. راضیم پسرم راضیم. اکا چرا آبام رو ناورده؟ چرا او رو در اونجا گذاشته؟ عمر جان تو الان کلان شده ای، به تو گریه کردن نمیزیبد. اپام رو پزمان شدم. التماس شما هم نروید. غیر از شما هیچ کس ندارم. خواطر نشو دادرکم. دیلا را از دست آنها البته نجات میدهم، لیکن میخواهم که تو قوی اراده باشی. در نبودن ما ده به شما امانت. رو پسرم رفتیم. رو نزد جورت رو. بیا اومد. پزبانی اکنون نوبتی ماست. آفرین. آقای حامد به شما چی شد؟ آقای حامد. خوبم پسرم خوبم. آقای حامد رو همون دراز است. شما نروید. رفته استراحت کنید. حالتان خوب نماید. تا وقتی که قاتلان دخترم زنده هستند چطور استراحت کنم؟ پسرم راست میگوید آقای حامد. رفته کمی استراحت کنید. خیر میلش. بگذار گفت شما شود. آقای حامد عمر به شما امانت. خواطر نشو یلمز. او را از علی جدا نمیکنم. تشکر آقای حامد. کیزبان تو هم نیا. میروم آقای دکتر. آقای تایر راست میگویم. تو به کارهای مردم دخالت نکن. من سلیمه رو دستگیر کردم. فراموش کردی یالدو؟ قزبان دخترم تو دیه را محافظت میکنی؟ در نقطه تیبی تلفن است. اگر یگان ناخوشی روی داد با ما زنگ زنید. مایلش پسرم. با خواست خدا هیچ گونه ناخوشی روی نمیدهد. بیایید رفتیم. خیر بچه ها. رای سفید. رفتیم. خیر خدا نگهبانتان. رفتیم. به خیرت آقای حامد آنها به کجا میروند؟ آنها برای گرفتن ماده های ترکنده میروند رئیس. هیچ بسه رو گشت میرم پدر بسه رو گشت. تو یک طرف ایست. به من گوید که آنها چطور میگیرند؟ با آنها هجوم کرده بمبه ها رو میگیرند رئیس. از کجا خبردار شدید؟ چرا میپرسید؟ چی مگه شما محافظید؟ کارت چی ها؟ کارت چی؟ من رئیس این دهم یا اینکه تو؟ رئیس این دهم منم. فهمیدی من؟ قزبان بیا خودمان در نقطه تیبی میایستیم. ارم خیر مایلش. رئیس حالا ایستید. باز به تشکیلات خبر میدهد. با کجا قزبان؟ دنیا پر از بوز شده است. آن داروها رو به من نده. من آنها رو استعمال کرده نمیتوانم. مایلش. مرحمت. تو چرا با دکتر نرفتی؟ مردم دیه قریب برای تو دیوانه شوند. سببی در اینجا ماندنت چیست؟ چه حال داری یلدوز؟ خوبم باتم. خدا شفا دهد یلدوز. آماده شو همشیره. میروی؟ به کجا میروم؟ سوال نده.
آماده شو. چی شد؟ او را به کجا میبرید؟ و نزد پیشوایمان خلعتت را برار. من رو باز به کجا میبرید؟ نه سرده مرا. برو. من به هیچ کجا نمیروم. سرده برو. راه گرد گفتم کنی و نزد پیشوایمان رفته دار خدمت میکنی. نمیروم. فهمیدی؟ میروی. برار. خلعتت را برار. مرا رها کن. سرده. پیش در راه ده. نمیروم. این را گریسته پیش در زود باش رفته. سرده مرا. سرده گفتم. ایتن چی گپ است؟ برو چی کار میکنی؟ همشیره را به نزد پیشوایمان میفرستیم سینا. چی؟ خودی حاضر؟ شوخی او را میبرد. اکه همچنین خواستند. وطن قماندان، همشیره را از اینجا بردن کاری خطاست. دکتر یلدوز یاردار است. او را کی تبابت میکند؟ گوش کنید وطن قماندان، اقلا تا صحت شدن یلدوز همشیره در قرارگاه ماند. لازم نیست. احوال یلدوز خوب است. اکم را نباید منتظر کنیم. او طبی خیلی نازک دارد. کاری رو که امر نمود باید در حال اجرا شود. وقت را بیهوده صرف نکرده در حال همشیر را فرستید. ایتن دو دختر را همراهش فرست که با او کمک کند. خوب شده است وطن قماندان. سینون با تو مصلحت کرده بودیم. کمک کن مرا نفرست. همشیره سینون جای پولها را هم به تو میگویم. پولها را مان. دیلا افسوس که به تو کمک کرده نمیتوانم. داره دورا. خوب شده سایده. آرام شو. دختر رو برید و به اکم سلام رسانید. میرسونم. اما سینون مرا نجات ده. التجا میکنم مرا نفرست. سینون التماس. نغمه نکن. راه گرد. التماس مرا نفرست. خواهش میکنم مرا نفرست. سینون. ایتن برای عملیات آماده شوید. همه رو جمع کن. حاضر وطن قماندان. جمع شوید زودتر. جمع شوید گفتم. این دفعه اجازه میدی هم پدر. دیگر خبر کشی نمیکنید. یک طرفیست. تیزبان دخترم کمک کن رفته آب بیاریم. دخترم یک قدر آب نمانده است. بیا رفته آب بیاریم. من بعدش آب میبرم. رنید خدا. پدر در کجا باشند؟ اینشالله این دفعه خبر نمیدهند. خیلی میلش من به نقطه تیبی رفته نه باید دور میستم. جایش رو میدونه؟ بله میدونم. تو در نزدیک انتظار شو. حالا میبینیم کی به کی دام میگذارد. 5 78 81. الو گوش میکنم رئیس گبزن. سینان امروز عملیات میگذرانید. با فکر ماده های ترکنده رو به مرکز میبرید ها؟ تو از کجا میدانی؟ ها رئیس؟ یک سردانت بچه. رئیسی دهه آب کلان زنگ میزند باتن. دکتر از عملیات خبردار شده است. چطور خبردار شده است؟ یعنی همه جا بجا شوید. در وادی ماران به ما دام میگذاشته است. در یک جا صاف کشه. زودتر اینجا بیا. چرا پرسیدن میخواهی رئیس؟ گوش کن سینان، تو نمیدونی دیلا برای چی آمد؟ نخواد. دیلا به خاطر دکتر این کار رو کرد.
خیر میلش اینون میلش براری کار ها براری کار. ای دیلا وای چیکار میکنیم باتن قماندان؟ من هم با اونها دام میگذارم. بیایید رفتیم. تو در عملیات اشتراک نمیکنی سینون؟ برای چی اشتراک نمیکردم من باتن قماندان؟ من چنین میخواهم، چون که از دست دگان کار نمی آید. چرا نمی آمده است؟ یک دختر را کشته نتوانستی، جانمان را به نوگی بینی امان آورد. شما روید، راه گردید می روید. رفته از پسی من. بگوید قماندان، من با این باتن چیکار کنم؟ این ابله به سری من داد میزند. مگر او در زیر فرمان من نیست؟ چرا این طور میکند؟ طاقت کن سینون، به خاطر یکش طاقت کن. آیتن، تو 3-4 نفر را گرفته پیش از دختر به وادی ماران رفته به آنها دام گذار. شما چیکار کردنید باتن قماندان؟ مادامی که محافظان در دهه نیستند، دهه آبی کلان بی خطر است. من موادهای ترکنده را از قسم پایان دهه آبی کلان میگذارانم. فکری عالی جناب باتن قماندان، لیکن دهه آبی کلان از اینجا خیلی دور است. لیکن راه بی خطر است. خیر تو به جای گفتم رو آیتن. اطاعت باتن قماندان. 4 نفر همراهی من بیاید زودتر. رفتیم خالد راگا. دیگران از پسی من. راگر زودتر. طاهر، بچه ها خسته شدند. وقتمون تنگ است یولماز، باید زودتر رویم. غیرت کنید بچه ها، باز کمی دیگر غیرت کنید. فواد، کمی دیگر. من تو رو میفهمم، لیکن قوی بودن لازم. میدونم طاهر، میدونم اما فکر و خیالم در دلو است. نمیدونم او حالا در چه حال باشد. غم نخور فواد، اول این کار را با آخر رسانیم، بعد با خواست خدا او را نجات میدهیم. انشالله.
تو میگویم خیلی جایم راه کرد برو بیاره زودتر راگرد پیکر را درآمدگاه به خطر است سردار خیلی خوب نباشد راه کردیم تمام پیش در راه کرد پیش در راه ما نکن پیش در راه شاید دیگر بر نگردد مرا به کجا میبرد التجا میکنم امانت رو آوردم فهمو مرا رها کنید با من بیا آرامی خوش آمدی دختر را آرا دادم در حال می آرم سر و سیمونه شوید اول کمی استراحت کند با خود اوید بعد بنازم مراد آنها با همین راه میروند برای به مرکز رفتن مجبورند که از همین راه بگذرند اینطور باشد دو گروه شده در پس خرسنگ ها پنهان میشویم طاهر درست
نباشد. با دقت باشد بچه ها. پرانه. یلماز آنها چند نفرند؟ 4 نفر مونده. تشکیل شده اطرافشون را احاطه میکنیم. رفتیم. آمدن امور را میدانستند. برای همین گام گذاشتند. نفهمیدم چیکار خبردار شدند. با فکرم کسی از آدمان دیها با سلاح دارد خبر دادند. پس معلوم میشود که آنها در دیها آدم دارند. کزبان پدر؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ من نوبداری شدم. امیدوارم خبرکشی نکردید. یعنی به سلاح داران خبر نفرستادید؟ جوابت را گیر کور نمک. من به خاطر تو این کارو میکنم. به خاطر تو فهمیدی؟ بی عقل. شطرک فهمیدم. داد نزنید. کار نیستم. خدایا توبه. تو در اینجا چیکار میکنی؟ در اینجا کی را محافظت میکنی ها؟ اینجا نقطه طبی است. اینجا هیچ است. باید از دشمنان محافظت کنم پدر. دمت بگیر بی عقل. محافظان کجا و تو کجا؟ سلاحت را گذارو به خانه رو. در خانه یگان خوراک نیست. از گرسنگی میمیرم. کنی پیش کرا. زود باش. پدر میروم. گوش کنید پدر. من حالو هم در فکر دیلویم. اگر نفهمم میکفم. چرا این دختر برنگشت؟ کارت چی ها؟ کارت چی؟ کنی راهگرد و در خانه میگویم. راهگرد. پدر میدونم که میدونید. از برای خدا با من گویید. میلش. اینو پیش از سیر شدنی شکم میگویم. راهگرد. خواهرم زلال آمدی؟ البته دستانم بسیار خون خورد کرد. کار خدا را بینید. کی میگو که نبیرم را یافته لباسهایش را میشویم. خدایا خداوندو تو را شکر میگویم. کاش صحت و سلامت برگردد. فکر و خیالم فقط در آنهاست. خدا آنها را در پناهش نگه دارد. حالا هم جایهایشان را اشغال نکردند. چرا اطرافشان را محاصره نمیکنند؟ در وقتی زد و خورد این خیلی دشمن است. طاهر آلدو؟ آقای خلیل برای چی مرا پروندی؟ تو همراه سلاح داران چیکار میکنی؟ برا تهدید نمودن آلدو. اگر با منایی زن و فرزندانات رو نیست نابود میکنیم گفتن. ایستا خلیل با ما کمک کن. ما تو و زن و فرزندانات رو صاحبی میکنیم. از تشکیلات راهی گریز نیست آلدو. ما اکنون غلام تشکیلات شده. خلیل ما نیست افسدارا. مرا از اینجا بر. آقای دکتر تو را صاحبی میکنن. تو را از تشکیلات نجات میدین. نه آلدو نمیشه من. زن و فرزندانم را و باز یک کفلی نوزار دارم. همه اشان و تشکیلات نیست نابود میکنن. آلدو خلیل آلدو خلیل آلدو لابا آقای دکتر ایستا زخمات را ببینم. نجوم خاطر نشو. تیر رسیده گذشته است. این آدم کی بود؟ تو میشناسی؟ یکی از فریفته‌های تشکیلات به مثل دیگر آدمانی که تشکیلات آنها را فریب داده است. آلدو تو در همین جایست.
اینجا برایت به خطر است. بایدش شما از پسی کار داشت شوید. من طاقت میکنم. زودتر. مادر جان در اینجا خنک میخوره و در اون دروید وگرنه صحت نمیشود. جانی مادر، تشکیلات سالهای زیاد پسرت مرده گفته مرا فریب داد. حالا شکر که تو و مادرم همراه هم هسته. بیبیم کشم هم رو میدیهم. من این خیلی شاد میدارم. مرا دخترم لبای مادر جان رفته دیگر را خبرگیر باز نسیزد و در اون دروید برو خنکت. مایلش. وای بیندیلو من چیکار کردم؟ چی شده پای بیاز؟ یگانه شیمینه برم بود و دیگر ندارد. من اکنون چیکار میکنم؟ سیخ نشوید اپا میدوزیم. انشالله از پیشترش دیده خوبتر میشود. یک به این دیگر زیلول کجا این رو میدوزم؟ پاره شده است. اوه اگر میدونستم که میدرد به خدا نمیزدم. هیچ گپ نی اپا. برده به بالای آتشدان گذارید خشک میشود بعد میدوزیم. ایلش ندیرم از اون چی میپوشد. خدای زلال چه شد قزبان؟ بخیر است؟ میدونی دیلو برو چی برنگشته است؟ نه نمیدونم. اما من میدونم. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. برا محبتی تو کشت منم اسیر یا نگاه. با چطبگو مرد تیزا نکنه عجب کاری خطا کردی مرا از تو جدا. درد خوشی دست به دست جانم جیگر خفا نشم مدد در کاری از خدا میخواهم از غم ها جدا باشی. آیم که دارم با درد و غم آلوده با شب تو من سرطانم گم کرده راهم حیرانم. یارب بی وفا نداره با کسی زنده. пайрохаи такдир. филм соли 2012 дар маркази продюсерии симо продакшн аз туркӣ ба тоҷикӣ тарҷума шуд.